اگه یه شب دوستت اومد دنبالت ولی دیدی قیافش عجیب به نظر میرسه، اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم، واکنش نشون نده. اون دوستت نیست. فقط لبخند بزن و سوار ماشینش شو. وقتی نشستی آروم کمربندت رو ببند. تو چشماش نگاه نکن. اگه ازت پرسید کجا بری، فقط بگو خودت میدونی. اون از قبل تصمیمشو گرفته که تو رو کجا ببره. اگه بهت آب تعارف کرد اصلا ازش نخور. اگه از اون آب بخوری روی صندلی عقب کنار اون بیدار میشی. اگه ضبط ماشین رو روشن کرد و شروع کرد رقصیدن، نیومدی یارم سر قرار، دلم باره شد بیقرار، دلم تو تنگه فقط براش دست بزن. اون نباید بفهمه تو متوجه تغییرش شدی. اگه وارد یه قبرستون شد و توقف کرد، پارش میکنم. مارکوس لازم نیست همه رو پاره کن. اصلا پیاده نشو. وقتی از ماشین خارج شد و شروع کرد به کندن زمین، فقط چند ثانیه فرصت داری تا پشت فرمون بشینی و از اونجا فرار کنی. ولی یاد